سلام خوش اومدین به چنل ما. امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم چطوری هزینه‌های سفر به پاریسمون رو کم کنیم، بیشترم خوش بگذرونیم. برسیم به نکته اول، اینه که بلیت پرواز و هتلتون ها از 1 تا 2 ماه قبل بگیرید. وقتی همه چیزو بذارین برای 2-3 هفته مونده به تاریخ پرواز، باید 2-3 برابر هم پول بدین. نکته بعدی اینه که بکپکی سفر کنین یا با همون کوله پشتی. این علاوه بر این که شما نیازی نیست توی اروپا بخواین هزینه برای چمدونتون بدین، توی وقتتون هم صرفه‌جویی میشه. وقتی که پروازتون میشینه شما کوله رو برمی‌دارین و سفرتون رو شروع می‌کنین. نکته مهم بعدی اینه که شما حتما قبل از اینکه سفرتون رو شروع بکنین برای سفرتون برنامه‌ریزی بکنین روی نقشه. ببینین همینجا از مونتمارتر میتونین شما بیاین پیاده برین ملن موژ رو ببینین، بیاین گارنیر رو ببینین، در واقع همون اپرا، لافایت رو ببینین، یا مثلا یه روز دیگه از ایفل بدونین که چطوری میشه شانزلیزه یا همون طاق نصرت رو حدودی میدونین که شما قراره هر روز کجا رو برین و چه چیزایی ببینین. حالا که فهمیدین تقریبا برنامه‌تون چجوریه و حالا چه موزه هایی رو میخواین ببینین، چه جاهایی میخواین برین گردش بکنین، برین توی سایتشون ببینین چه روزایی تعطیلن، چه روزایی بازن و قیمت بلیط ها چطوریه. به فرض لوور روزای سه‌شنبه تعطیله. کلاً فکر کنم تمام موزه ها سه‌شنبه ها تعطیل. برای دیزنیلند هم همینطور. روزای مختلف و ماهای مختلف قیمت‌های متفاوتی دارن. شما برای اون بازه زمانی که توی پاریس هستین ببینین چه روزی ارزون تره، اون روزو بذارین برای دیزنیلند. نکته مهم بعدی اینه که حتما از روی هواشناسی چک کنین دمای پاریس رو و اینو بدونین پاریس اکثر وقتا بارونیه و ممکنه سرد باشه. پس از قبل کفش مناسب، لباس گرم حتی توی تابستون و چتر همراه خودتون داشته باشین که توی سفر و توی اون شهر گرون وقتتون رو برای خرید لباس از دست ندین. حالا که تقریبا برنامه‌تون رو ریختین و میدونین چی کجاست، وقتشه که یه کارت حمل و نقل بگیرین که بتونه تمام اون زون‌های پاریس که شما میخواین توش رفت و آمد بکنین و پوشش بده. پیشنهاد من به شما این کارت‌های یه هفته‌ای نویگو پسه که اگه مثل ما هتلتون خارج از پاریسه خیلی به کارتون میاد. یا برای دیزنیلند ما از همین کارت استفاده کردیم. حتی مومق از تراموای استفاده کردیم که برسیم به بالای کلیسای مومق به جای اینکه حدود 500 تا پله رو بریم. نکته بعدی اینه که اگه بتونین هتل آپارتمان توی پاریس اجاره کنین عالی میشه، چون که میتونین برین از کارفور یا هر فروشگاه زنجیره‌ای دیگه برای صبحانه‌تون کلی وسایل خوشمزه باحال بگیرین و وقتی مشغول پیاده روی هستین هم کلی میوه و تنقلات سالم و شکلات پروتئینی، آب، فلکس قهوه همراه خودتون داشته باشین. خب میرسیم به رستورانا رو حتما قبلش از گوگل مپ سرچ بکنین و اون رنجی که نوشته رو ببینین. یه وای نرین توی رستوران و از قیمتش شوکه بشین. و چون نمیشه از غذاهای فرانسوی گذشت، حتما توی گوگل مپ ریتشون رو ببینین، نظراتشون رو بخونین و اگه لازمه حتما رزرو بکنین. ارزش داره اون غذاهای معروفشون رو توی رستوران‌های خوب حتما تست بکنین. توی چنل ما در پلیلیست های سفر یا غذا میتونین ویدیویی که از رستورانایی که رفتین، غذایی که خوردین به همراه قیمتش رو ببینین. نکته خوب بعدی اینه که آب توی رستورانا رایگانه. همون لحظه اول براتون میارم و اگه بیشترم بخواین میگین تپ واتر و بازم براتون میارم. موزه لوور لاکر رایگان داره، یعنی شما حداقل 6 ساعت که توی موزه لوور هستین رو با خودتون میوه ببرین، غذا ببرین، نهار ببرین، تنقلات ببرین که بتونین 5 یورو هزینه برای ادیو گاید لوور که خیلی ارزش داره و به همتون پیشنهاد میدم حتما 5 یورو رو بدین و حتما ادیو گاید رو بگیرین، چون این تجربه بی‌نظیری رو داخل اون موزه عظیم برای خودتون به وجود میارین. نه تنها اطلاعات خیلی جالب راجع به اون مجسمه ها و نقاشی‌هایی که دارین می‌بینین هست، بلکه وارد سالن ها که میشین یه موزیک بک‌گراند از اون کشور براتون میذاره که یه حس بی‌نظیری رو بهتون منتقل میکنه. نکته آخرم میخوام با این نکته خیلی خوشمزه تموم بکنم. توی پاریس از فلافل و شاورمایی‌ها که لبنانی‌ها خیلی توشون تخصص دارن اصلا غافل نشین. امیدوارم بهتون خیلی خوش بگذره. از این نکات استفاده بکنین، هزینه هاتون رو کم بکنین، در واقع هزینه هاتون رو مدیریت بکنین. یه جایی کمش بکنین، اون جایی که باید براش پول بیشتری بدین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.